استادی که اون همه لطیف بودند، آرام بودند، بسیار هم معتدل بودند، گاه گاه غضب‌آلود هم می‌شدند. من چندین مرتبه شاهدی ناراحتی استاد بودم و حتی یک مرتبه در بالای میز هم گفته بود در صحبت داخلی که یعنی حتی این کلمه را هم استفاده کرد که نوری هنوز نمرده است. وقتی که اون من پیشتر گفتم بعضی ها اونقدر جسارت پیدا کردن، جرأت پیدا کردن که فکر کردن که صبر و خاموشی و گذشته استاد به خاطر کدام ضعفش است. خیلی جرأت پیدا کردن تا کار به حد بی‌ادبی رسید. بعد دیدم که نه، بالای میز در حضور اول برادران که هستن شاهد، چند نفره که اونجا بودیم، زد بالای میز گفت نه ببینید هر چیز مرز داره، نوری هنوز نمرده است.